درود بیننده ارجمند، عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت در شهر پراگا اداره مرکزی رادیو آزادی 10 و در شهر دوشنبه 1 است. تا شروع برنامه اخبار رادیو آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. حالا اینجا میخواهم فشرده مهمترین اخبار روز را به سمع شما برسانم. با تفصیلات این و خبرهای دیگر شما را در نشر مفصل برنامه اخبار آزادی آشنا خواهیم کرد. امیدوارم شما ما را اینجا و هم در پخش زنده نشر مفصل برنامه همراهی میکنید. نخست شروع کنیم از آن که همین لحظه ها در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان از مالزیا برمیگردد. منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در جام قهرمانی فوتبال آسیا 2018 میان نورسان زیر 16 ساله سزاوار جای دوم شد. قرار است فوتبال بازان را شخصا رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و همچنان رئیس شهر دوشنبه پیشواز بگیرد. همکاران ما نیز عین حال در فرودگاه قرار دارند و جریان پیشوازی با تنطنه فوتبال بازان را به نوار میگیرند. منتظر باشید، در نشر مفصل برنامه در این باره به شما گزارش خواهیم داد. بیننده ارجمند، در برنامه اخبار آزادی امروز همچنان صحبت داریم با یکی از مشهورترین سرایندگان ایرانی که در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. این کدامی از سرایندگان ایرانی است و در شهر دوشنبه چی میکند؟ تا 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده برنامه همراهی کنید و خواهید فهمید که این سراینده مشهور کیست و به چه خاطر عین حال در دوشنبه قرار دارد. گذاریم به گزارش دیگر. امروز در شهر دوشنبه اجلاسی نوبتی مجلس نمایندگان دایر می شود. در برابر دیگر مسئله ها وکیلان مردمی امروز سازشنامه تاجیکستان و ترکمنستان درباره بارکشانی را بررسی می کنند. مجلس در شرایط این سازشنامه را بررسی دارد که 1 ماه باز ماشین های بارکشانی سمت تاجیکستان هنگام عبور از قلمرو ترکمنستان به مشکل دچار شدند. ترکمنستان بدون شرح واضح حدود 1 ماه معرکه روحمندان را علیه تاجیکستان به راه مانده است. مقام‌های بلندپایه ترکمنستان هم در این اواخر از شرکت در چهاربینی‌های منطقوی در تاجیکستان پرهیز می‌کنند. میان دوشنبه و اشخاباد چی می‌گذرد؟ بررسی این سازشنامه نو در پارلمان در این شرایط چی معنا دارد؟ همکارمان میرزانبی خالقزاد روندی بررسی این مسئله را در پارلمان نظارت می‌کند و در این باره گزارش خواهد داشت. و بگذاریم به گزارش دیگر که در مورد لابراتوری های زنده هروئین است. در این گزارش در مورد شخصان خواهیم گفت که انواع مخدرات را میچشند، معتاد میشوند و جان خود را دانسته در خطر میاندازند. چشندگان مواد مخدر کیستند و به کیها خدمت میرسانند؟ منتظر باشید، در برنامه در این باره برایتان خواهیم گفت. در برنامه اخبار آزادی همچنان خبر و گزارش های جالب دیگر هم داریم. همه گزارش های ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاستیکی و توییتر هم دسترسند. شما می توانید نظر و اندیشه های خود را زیر مطلب های ما بیان کنید. بیننده ارجمند، تا کمتر از 3 ساعت دیگر شما را در پخش زنده برنامه اخبار آزادی انتظاریم. ما را همراهی کنید و از تازه ترین تحولات تاجیکستان و جهان آگاه شوید.